درود به دوستان. با قطعی گسترده اینترنت، افراد به شدت نیازمند به VPN های کارآمد و پرسرعت برای متصل شدن به اینترنت جهانی هستند. در این ویدیو قصد داریم شما را با چند مورد از VPN های کارآمد و قوی آشنا کنیم. پس با ما همراه باشید. اول از هر چیزی باید بدانید که برای هر دستگاه و ISP ممکن است یک فیلتر شکن کار کند و دیگری کار نکند. پس سعی کنید حداقل چند مورد را تست کنید و فیلتر شکن مناسب با دستگاه و اپراتور خود را پیدا کنید. در ضمن لینک دانلود تمامی این VPN ها در کانال تلگرامی ما قرار گرفته که میتونید به راحتی دانلود کنید. شماره 1 آرگو VPN. آرگو VPN در حال حاضر یکی از بهترین فیلتر شکن‌های رایگان میباشد که به راحتی متصل میشود، مخصوصا اگر به اینترنت ADSL دسترسی داشته باشید. از ویژگی‌های این فیلتر شکن میتوان به سرعت اتصال بالا، سرورهای قوی برای رد شدن از فیلترینگ و دسترسی به دیتای نامحدود اشاره کرد. شماره 2 فست VPN. یکی از جذاب‌ترین فیلتر شکن‌های رایگان فست VPN است که امکانات فوق‌العاده خاصی دارد. این فیلتر شکن دارای دو بخش رایگان و پریمیوم یا همان VIP است که بخش رایگان آن 17 کشور را پوشش می‌دهد که بیش از 100 سرور دارد. با توجه به بررسی‌های ما، این VPN جزو پرسرعت‌ترین فیلتر شکن‌های رایگان است، اما استفاده از آن مدت‌دار است. برای مثال باید یک تبلیغ 15 الی 30 ثانیه‌ای را ببینید تا بتوانید 120 دقیقه از این VPN استفاده کنید. اگر تا اینجا همراه ما بودین، لایک و سابسکرایب یادتون نره تا به ادامه این موضوع بپردازیم. شماره 3 ویندسکریپ VPN. این فیلتر شکن جزو VPN هایی است که هم به صورت رایگان و هم به صورت پریمیوم برای اندروید عرضه می شود. نسخه رایگان این فیلتر شکن محدود است و با فعال کردن ایمیل می توانید حجم ماهانه خود را حداکثر تا 10 گیگ بالاتر ببرید. در نسخه رایگان این VPN به کشورها و سرورهای زیادی دسترسی ندارید، اما کشورهایی مثل هلند، آلمان و آمریکا رایگان هستند. شماره 4 پروتون VPN. برای استفاده از این فیلتر شکن شما باید در سایت به صورت رایگان ثبت نام کنید. پس از ثبت نام در سایت، اپلیکیشن را نصب کنید و وارد حساب کاربری خود شوید. با اکانت رایگان این فیلتر شکن شما می توانید به 3 کشور آمریکا، ژاپن و هلند متصل شوید. در این 3 کشور شما به بیش از 100 سرور دسترسی دارید که با توجه به رایگان بودن آن بسیار مناسب و عالی است. شماره 5 ادگارد VPN. ادگارد یکی از فیلتر شکن‌های قدیمی است که نسخه ویندوز آن هم محبوب میباشد و از مزایای خاصی برخوردار است. از نکات منفی این فیلتر شکن میتوان به حجم آن و سرعت متوسط آن اشاره کرد، زیرا در نسخه رایگان شما 3 گیگابایت دارید که البته در صورتی که حجم شما تمام شود میتوانید با ثبت نام مجدد 3 گیگ دیگر برای 1 ماه دریافت کنید. اما در کل این فیلتر شکن جزء فیلتر شکن‌های کاربردی و پرطرفدار میباشد. شماره 6 گرین نت VPN. یکی دیگر از فیلتر شکن‌هایی که به تازگی مورد استفاده کاربرهای اندرویدی قرار گرفته فیلتر شکن گرین نت است. همچنین این فیلتر شکن در گوگل پلی از محبوبیت خیلی زیادی برخوردار بوده است. امتیاز 4.5 از بین 328,000 نظر و 5 میلیون دانلود. با توجه به اینکه اخیراً بعضی از فیلتر شکن‌های رایگان از کار افتاده‌اند، این فیلتر شکن را به گزینه خوبی تبدیل کرده است. اگر از ویدیو لذت بردید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله نوتیفیکیشن هم فعال کنید. راستی موضوع بعدی رو شما بگید.